داخل این ویدیو میخوام بهتون عجیب ترین هتل های دنیا رو معرفی کنم، پس حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید. شماره 1، هتل یخی در سوئد. این هتل در نزدیکی روستای کاسجاروی در بخش شمالی و سرد سوئد قرار داره و همه چیز در آن با یخ ساخته شده. جالبه بدونید با پایان زمستان یخها آب میشن و سویت‌های یخی به آب رودخانه تورن میریزن و انگار هتل دوباره نابود میشه تا دوباره زمستون با یخ بسازنش. هتل مانور زرافه در کنیا از هتل‌های عجیب دنیا که در کنیا قرار داره و یک گزینه عالی برای دوستداران حیوانات به شمار میره این هتله. جالبه بدونید در فضای اطراف این هتل گله زرافه ها وجود دارن که برای پیدا کردن خوراکی در هنگام صبحانه و شام گردن دراز خود را درست از پنجره‌های باز عمارت داخل میارن. یعنی ممکنه شما زمانی که تو هتل نشستین از تو پنجرهش گردن زرافه بیرون بیاد. هتل بعدی، موتل هابیت در نیوزلند. اگر از علاقه‌مندان فیلم ارباب حلقه ها باشید و دوست دارید یک شب مانند هابیت ها یا همون کوتوله ها زندگی کنید، حتما اقامت در این هتل بهتون پیشنهاد میشه چون جذابیت خاصی براتون داره. مسئولین پارک وودلین نیوزلند 2 خانه شبیه هابیت ها ساختن. جالبه بدونید تنها تفاوت آنها با خانه اصلی در ارتفاع آنهاست. سقف خانه ها بلندتره و به راحتی میتوان داخل خانه شد. هتل بعدی هتلی در فنلانده که منحصر به فرد با ایگلوهای شیشه‌ای یا همون خانه‌های شیشه‌ای در لاپلند فنلاند ساخته شده. جالبه بدونید که ایگلوها از شیشه‌های حرارتی ساخته شدن و مهمانان را در شرایط قطب شمال گرم نگه می‌دارن. این هتل دارای بزرگترین سونای دود در جهانه و رستوران مخصوص به خودش رو داره. اسم این هتل ریزورت آرکتیک هستش که در فنلاند قرار داره. هتل بعدی هتل فیوسلاژ 727 در کاستاریکا. این هتل در واقع یک بوینگ قدیمی 727 برای سال 1965 که در گذشته مسافران آفریقای جنوبی و کلمبیا را در خودش جای می‌کرده. این هتل گویی در دل جنگل و مسافران در حال پرواز هستند. 2 اتاق با امکانات مجهز در این هتل عجیب و غریب دنیا وجود داره. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنید. داخل کامنت برام بنویسید که کدوم یک از این هتل‌ها براتون جذاب‌تر بوده. منتظر کامنتاتون هستم. اگر دوست داری که رازهای ناگفته جهان را کشف کنی، حتما کانال منو سابسکرایب کن، زنگولش هم فعال کن.